سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم یکم ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. از یک جنگلزار در روسیه جسد دو زن تاجیک کشته شده را یافتند. تفصیلات قتل دکتر اکراموف از سوی پولچینک مرشروطکه رقم 28 تا 11 سال و 6 ماه زندان، اعلان حکم 5 سرباز و فرمانده آنها برای عذاب و عقوبت نوسکران. امامعلی رحمان در یک روز 5 سفیر و رهبر یک آژانسی را عوض کرد. از 1 ایون حرکت نقلیات وزنین در راه دوشنبه خوجند چنوق محدود گردید. هوس ماشین سواری کودکان یک عائله را ماتم زده کرد. و اکنون تفصیلات خبرها. در اینترنت ثبت ویدیوی نشر شده است که بنابر آن روز 3 ماه سال 2023 در جنگلزاره در کنار یکی از شهرهای روسیه جسد دو زن تاجیک را پیدا کردند. در این باره خبری رسمی نشر نشده است، ولی برخی خبر دادند که این حادثه در کنار شهر کاتلنیکی، مکانی که از 18 ماه به این طرف به موج ریدهای گسترده آمان به ضد مهاجران تاجیک تبدیل یافته است رخ داده است. تا کنون مقامات رسمی از جمله سفارت تاجیکستان در مسکو این ثبت ویدیویی را شرح ندادند، ولی در ویدیویی که ظاهرا از طرف یک جوان تاجیک ثبت شده است، لحظه از درون جنگل برآوردن و بردن دست کم یک جسد نشان داده می شود. در نوار یک زن به تاجیکی می پرسد که کشتند. نواربردار جواب می دهد که مرده است. در ادامه نوار در حالی که کارمندان پلیس و سانیترها جسد را در درون کلونکه پیچانده به خود می برند، چند نفر اصل حادثه را می پرسند و نواربردار به آنها جواب می دهد که این دو زن از تاجیکستانند، هر دو در جای حادثه جان دادند. یگان تفصیلات دیگر این حادثه معلوم نیست. به اداره پایگاه خبری بامداد هنوز میسر نشده است که کی و در کجای روسیه یافت شدن جسد را تحقیق کند، ولی آنهایی که ویدیو را نشر کردند میگویند حادثه روز 3 ماه در جنگلزاره در نزدیکی شهر کاتلنیکی رخ داده است. نشر این ویدیو در حالی است که روزهای آخر از شهرهای گوناگون روسیه درباره افزایش ریدها به ضد مهاجران تاجیک خبرها به دست می‌رسند. از جمله مهاجران تاجیک از شهر کاتلنیکی در کنار شهر مسکو شکایت دارند که از روزهای 18 تا 24 ماه در این شهرک ریدهای امان دایر شده حدود 400 تاجیک را دستگیر کردند. همین طور صبح 19 ماه نیروهای امان و فسبه به خوابگاه دانشگاه شهر کمسموز که لب امور فرو ریخته دوربین‌های نظارتی را خاموش کردند و دانشجویان تاجیک را که یگان عمل غیر قانونی صادر نکرده بودند بیرحمانه لطکوب نموده حجت‌ها و تلفن‌های آنها را مصادره نمودند. صبح 3 ماه باشد ده‌ها مهاجر دیگر تاجیک را از خوابگاهشان در نزد ایستگاه متروی میتینو دستگیر کرده به پلیس بردند. سفارت تاجیکستان گفت در میتینو 57 شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند. برخی ناظران امور تخمین میزنند که این موج نو تعقیبات و فشار نسبت به مهاجران تاجیک در روسیه میتواند به نتیجه های نشست یکم سران خطای و آسیای مرکزی در شهر سیانراب داشته باشد که خطای در آن نشست به کشورهای آسیای مرکزی وعده قریب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری داده عملا خود را به این دولت ها حتی از روسیه هم نزدیکتر ساخته است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 31 ماه سال 2023 در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی خبر 2 روز پیش نشر کرده پایگاه خبری بامداد درباره از طرف پولچینک یک مرشروطکه کشته شدن طبیب بیمارخانه استقلال محمدعلی اکبروف تصدیق کرده و گفت نفر متهم نورس 17 ساله ساکن نویه سینای شهر دوشنبه به حبس پیشکی گرفته شده است. وزارت کارهای داخلی گفت این کشتار از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه رودکی آشکار شده است. بنا به فرضیه مقامات روز 19 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 14:40 نابالغ 17 ساله ساکن نویه سینا در راه دهه چوریکاران نویه رودکی با اکراموف محمدعلی سال تولد 1963 ساکن شهر دوشنبه و طبیب بیمارخانه استقلال بحث و مناظره کرده با استفاده از زور آوری با مشت بر روی اکراموف یک ضربه زده است که در نتیجه اکراموف به زمین افتاده سرش به بتون کنار راه برخورده است. خود این نورش جریان حادثه را چنین نقل کرد در ایستگاه چوریکاران منع کردند. 3 کس بود، 2 در قفو نشستند،
همون مردک گفت که من در پیش میشینم. گفتم که امکی پیش محکم است، از قفو بشین. برایم این قدر گپ در رو پوشید و اوچت را فلان کنم گفت. بعد سرم ویرون شد. فر اومدم یک مشت در بر رویش زدم که غلطید. بعد دیدم که از سرش خون ریخته ایستاده است. گرفتیم در مشروطه بارش کردیم و زود به بیمارخانه بردیم. اکرموف روز 28 می بر اثر جراحت‌های وزنین برای حیات و سلامتی خطرناک در بیمارستان جان داد. نماینده شعبه وزارت کارهای داخلی یک نویه رودکی که نامش گفته نشد در این گزارش خبر داد که 22 می سال 2023 از جانب شعبه تفتیشاتی میلیته این نویه در رابطه با این حادثه نسبت به نابالغ بر اساس ماده 110 قسم 3 بند و یعنی رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که از بی‌احتیاطی باعث مرگ جبری دیده گشته است، پرونده جنایتی آغاز کرده شده نام برده در حبس پیشکی قرار دارد. اما فرضیه وزارت کارهای داخلی سوالها و شبهه‌های زیادی را در ذهنها ایجاد می‌کند. از جمله نماینده میلیته رودکی میگوید که به ضد نورس هنوز روز 22 می با اتهام رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که باعث مرگ جبری دیده شده است پرونده گشودند. آیا میلیسیا با این اتهام چگونه روز 22 می میتوانست پرونده گشاید وقتی که اکرموف روز 28 می جان داد؟ منابعی که به بامداد خبر کشتار دکتر اکرموف را داد فرضیه گویا با یک ضرب مشت کشته شدن او را نیز زیر شبهه میگذارند و میگویند یک نورش چگونه میتوانست یک مرد برکمال را با یک مشت از پای افشاند و آنچنان مجروح کند که او بمیرد. منبع بامداد همچنان اصرار می‌ورزند که دکتر اکرموف با منطروف زده کشتند. او ادعای گویا از جانب خود راننده و پولچینکش به بیمارخانه بردن جبر دیده را رد می‌کند و میگوید که این دو نفر بعد لطکوب دکتر اکرموف به ماشین خود نشسته جای حادثه را ترک کردند و جبر دیده را راهگذران دیگر به بیمارستان بردند. همین طور چنین به نظر می‌رسد که این نورس را تنها بعد نشر گزارش بامداد و رسانه‌ای شدن خبر کشتار دکتر اکرموف بابز گرفتند، چون که قبلا نزدیکان مرحوم از آن نگرانی داشتند که تا حال برای قتل او کسی دستگیر نشده است و راننده مشروطه و پولچینک او که خویشاوندان محمد علی اکرموف آنها را گناهکار می‌کردند در آزادی قرار داشته حتی در امان خط رقم 28 همچنان به مسافرکشانی مشغولند. همچنین روز 3 می همگی چند ساعت پیش از نشر برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی به سامانه محلی پرس نتیجه خبر داده بود که از سبب آنکه کاندوکتور نابالغ است تا پایان تفتیشات در آزادی ولی زیر نظارت خواهد بود. بنا به اطلاع دریافتی دادگاه حربی گارنیزون خوجند روز 31 ماه سال 2023 بررسی پرونده پرسر و صدای عذاب و عقوبت نوزکران در قسم حربی قشون‌های مرزبانی تاجیکستان را به پایان آورده، فرمانده کمانداتور ایواروغ پادپالکوونیک نوزت لازوریف و سرجان جانبک قاسمزاده را به 11 سال و 6 ماه زندان و 4 سرباز دیگر عظیموف فخرالدین، کمالوف اعظم، ناظموف محمد نظر و سیفالله حاج اکبر را هر کدام به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. لازوری و قاسمزاده به سوء استفاده از مقام و بیرون برآمدن از حد وکالت گناهکار دانسته شده 4 سرباز دیگر را برای ویران کردن آیین‌نامه محکوم کردند. دادگاه حربی گارنیزون خوجند هنوز رسما حکم‌های صادر کرده‌اش را شرح نداده است و تفصیلات دیگر این حکم‌ها تا حال در دست نیست. خود محکوم شدگان و نزدیکان آنها برای شرح حکم‌های اعلام شده دسترس نیستند. این 5 سرباز را بعد به اینترنت راه یافتن ویدیوی بدرفتاریشان با سربازان نو به خدمت آمده زمان دستگیر کرده بودند که آنها الکی 2 سال خدمت حربی را به پایان آوردند و به خانه‌های خود رفته بودند. روز 24 اپریل سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی 2 ویدیوی دهشتبار لطکوب بی‌رحمانه نوزکران از جانب سربازان سابقه‌دار نشر شد. در نوار دیده میشد که نوزکران بیچاره از اینکه به چنین یک قصابخانه افتادند سخت ترسیدند و یگان نفرش حتی جرأت مقابلت نشان دادن نمی‌کند. این ویدیو در حال نشر شد که در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح ادامه دارد. این موسم از 1 اپریل آغاز یافته تا 31 می دوام می‌کند. نوارهای نشر شده
خشم کاربران را برانگیخته است و بسیاری ها از مقامات جمهوری طلب کردند که تا این قصاب ها در لباس سربازی را پیدا کرده به سخت‌ترین مجازات بکشند. به دنبال داستان کل تاجیکستان از بازداشت 5 سرباز و فرمانده آنها خبر داده و گفت که این حادثه 15 دکبر سال 2022 در کمانداتوره واروخ یک نقطه مهم و داغ‌ترین در مرز تاجیکستان با قرقیزستان رخ داده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 31 مای سال 2023 با فرمانهای خود و قرارهای حکومت 2 معاون وزیر کارهای خارجه را به سبب سفیر تعیین شدنشان و 5 سفیر را به سبب به نفقه رفتن یا به کار دیگر گذاشتن از وظیفه آزاد کرد. از جمله حقداد محمد شریف محمود با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه سفیر تاجیکستان در بلاروس و مقامات اسنگه و کشورهای صوب بالتیک و فنلاندیا آزاد کرده شده. به جای او سفرزاده بختاور امرعلی فعلا تنها سفیر در بلاروس تعیین گردید. همین طور رحمت الله زاده الکیم خان که اخیراً به سن 70 رسید با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه سفیر تاجیکستان در بلژیک و هلند و لوکزامبورگ و اتحادیه اروپا و ناتو آزاد کرده شده. به جای او حسین زاده مظفر محمود فعلا سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان تنها در شایگری بلژیک تعیین شد. مظفر حسین زاده تا امروز معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان بود. 3 سفیر دیگر با سبب به کار دیگر گذاشتن آزاد کرده شدند. فعلا به کدام کار دیگر گذاشتنشان هنوز اعلام نشده است. اما از بس که روز 31 مای یک بار 2 کرسی معاون وزیر خارجه آزاد شد، چندان بعید نیست اگر کسی از آنها را به این 2 کرسی خود شده تعیین کنند. با چنین سبب از جمله شریفزاده یوسف طاهر از وظیفه سفیر در جمهوری کره، شریفزاده فروخ حمیدین از وظیفه سفیر در ترکمنستان و حمیدوف جمشید تقایویچ از وظیفه سفیر تاجیکستان در کنفدراسیون شویتزاریا و همزمان نماینده دائمی تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات‌های بین المللی در ژنو و نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان بین المللی سیاسی سازمان ملل متحد در شایگری اسپانیا آزاد کرده شدند. به جای آنها کرم صلاح‌الدین امردین زاده سفیر در جمهوری کره، نیتبک زاده وفا علی بیگ سفیر در ترکمنستان و شیرعلی زاده شرف احمد جان که تا امروز معاون وزیر خارجه بود سفیر تاجیکستان در کنفدراسیون شویتزاریا تعیین گردیدند. روز 31 مای امامعلی رحمان همچنین سبحان زاده اکرام سبحان با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دیرکتور اگنتی نظارت و سوای معارف و علم نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده. به جای او سیدزاده محمد طاهر سعید را که تا امروز دیرکتور مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت در شهر ایسار بود تعیین کرده است. درباره سبب‌های برکناری و به کدام کار دیگر گذاشتن سبحان زاده خبری به دست نرسیده است. شرکت IRS که طبق شرطنامه کنسنسیونی با حکومت مسئولیت پولچینی و نگهبانی شورای دوشنبه خوجند چناق را بر دوش دارد خبر داد که از 1 یونی سال 2023 تا 31 آگوست هر روز از ساعت 2:00 تا ساعت 19:00 دقیقه در این شورای یگانه بین ولایت سوخت و مرکز جمهوری در راه حرکت واسطه‌های نقلیات محدودیت جاری کرده می شود. شرکت گفت این محدودیت به واسطه‌های نقلیات گران وزن داخل داشته به هر یک تیر پیشبرنده نه زیاده از 6 تن پیش بینی شده است. اقدام مذکور جهت اجرای طلبات قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اید به جاری نمودن محدودیت موسمی حرکت واسطه‌های نقلیات در راه‌های استفاده عموم عملی شده جهت ایمن نگاه داشتن راه از ویرانشوی پیش از مهلت و تامین بخطری مسافران و رانندگان و واسطه‌های نقلیات شرایط فراهم می‌آورد گفته می‌شود در اطلاعیه شرکت گفت به سبب از جانب بعضی رانندگان رعایت نگردیدن طلبات موجوده که به حمل و نقل بار توسط ماشین‌های گران وزن دخل دارد ضرورت تعمیر اکثر منطقه‌های راه دوشنبه چناق به میان آمده است. IRS میگوید چنین اقدام نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در اکثریت مملکت‌های عالم رایج بوده نتیجه‌های خوب به بار آورده است. شورای دوشنبه خوجند چناق بر پایه قریب 300 میلیون دلار قرض قطعی بازسازی گردیده سال 2009 مسئولیت پولچینی و نگهبانیش به شرکت IRS داده شد. بنا به گزارش‌ها این شرکت به جمال الدین نورعلیوف یکی از دامادهای پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تعلق دارد. خود نورعلیوف این را رد می‌کند. IRS تا کنون رسما
اسم مالکان خود را نشر نکرده است. کمیته اولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که هوس ماشین سواری نابالغان یک عائله را از دهه میرزاچول جماعت چاریکاران نویه رودکی در ماتم افکند. بنا به اطلاع کمیته صبح 30 مای سال 2023 تخمینا ساعت 08:20 در نویه رودکی یک صدمه نقلیاتی مرگبار رخ داده است. ماشین سبکرو تمغه مرسدس بنز که با یک ساکن 27 ساله دهه میرزاچول جماعت دهات چاریکاران تعلق داشت از جانب یک خواننده صنف نو اداره میشد که به کانتینر کانال رو برخورده است. در این حادثه مدهش راننده بر اثر جراحت سخت برداشتش در جای حادثه فوتیده است و دو مسافر خردسال که پسران صاحب ماشین بودند در کانال ایسار افتاده غرق شدند. دسته مخصوص زودعمل ریاست خدمات تعیینات مخصوص گردانیده شده کوفتکوف و نجات کمیته اولت‌های فوق‌العاده به جای حادثه سفربر گردیده ساعت 09:30 جسد راننده نابالغ را از داخل ماشین برآورده به مقامات دخل دار سپردند. کمیته میگوید سبب صدمه نقلیاتی معلوم نیست، ولی شاهدان گفتند که راننده نابالغ از عهده اداره ماشین نبرآمد. کمیته اولت‌های فوق‌العاده در پی این حادثه فاجعه‌ای از والدان خواسته است که نباید اداره ماشین را به فرزندان نابالغ خود باور کنند. عاقبت چنین سهلنگاری فاجعه است که حالا درباره‌اش خواندید، تاکید کرده است کمیته. تفصیلات دیگر این فاجعه معلوم نیست. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر به شمار می‌روند. تنها در ماه سال جاری بنا به حساب‌ها بر اثر صدمه‌ها در راه‌های جمهوری تا 40 نفر به هلاکت رسیدند. کمیته اولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از یافت شدن جسد باز یک نورس غرق شده خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد روز 2 مای سال 2023 یک ساکن 14 ساله دهه چوگو جماعت دهات دهنه نویه یووان با سبب‌های نامعلوم در کانال دهه مذکور افتیده غرق شده بود. در نتیجه راه‌اندازی کارهای جستجویی تنها روز 24 مای یعنی بعد قریب 4 هفته جسد این نورس را 1 کیلومتر پایین‌تر از جای حادثه در ساحل کانال پیدا کرده به مقامات دخل دار سپردند. این علاقه سومین حادثه یافت شدن جسدهای شهروندان غرق شده در هفته جاری است. کمیته اولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 30 مای از غرق شدن باز دو ساکن کشور خبر داده بود. بنا به اطلاع کمیته اولت‌های فوق‌العاده از اول سال 2023 تا 12 مای در کل و دریا و کانال‌های تاجیکستان علاقه 35 نفر غرق شدند. متاسفانه اکثر غرق شدگان 23 نفرش کودکان و نورسان تا سن 16 بودند، از جمله 3 نفر طفلان تا سن 4، 11 نفر سن از 5 تا 10 و 9 تن دیگر از سن 11 تا 16. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک نورس تا سن 17 غرق شده بود. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی عریضه زن 48 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که ماه آگوست سال 2022 مرد 35 ساله ساکن پایتخت با راه فریب به باوریش در آمده از او به مبلغ 48600 سومونی متاعهای زن و نر گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مردان 47 56 و 45 ساله ساکنان نویه باباجان غفور و ودیوشتیچ آغاز کرده شده است. نام بردگان ماه آگوست سال 2021 با راه فریب به باوری زن 62 ساله ساکن شهر بوستان در آمده با بهانه به جای خانه استقامتی به فروش برآورده شده خانه 3 حجرگی دریافت کرده دادند. خانه استقامتی جبر دیده را به مبلغ 140,000 سومونی فروخته مبلغ‌های مذکور را به احتیاجاتشان صرف نمودند. پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 55 ساله ساکن شهر استرافشان آغاز کرده شده است. نامبرده ماه فوریه سال 2016 با راه فریب به باوری مرد 46 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او $10,000 آمریکایی برای عوض نمودن به اسعار خارجی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن نویه قبادیان با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده در دوام ماه مارس سال 2022 تا ماه مارس سال 2023 با راه فریب به باوری زن 42 ساله ساکن نویه مذکور در آمده 134,800 سومونی گرفته وعده داده است که منزل استقامتی
با 0.6 گکتار قطعه زمین نزد جیولکی که طبق شهادتنامه به قیدگیری دولتی در نام پدرش می باشد به او فروخته به نامش اجرتگذاری کرده می‌آید، اما مبلغ مذکور را به منفعت خودش صرف نموده تا عین زمان قطعه زمین را به نام جبر دیده حجتگذاری نکرده، با این کردارش به او ضرر کلان مادی رسانیده است. نسبت گمان بر شونده با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه فردوسی عریضه زن 57 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا اشیاءهای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 2800 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 26 ساله ساکن نوحه واسی همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 46 ساله ساکن شهر اسفره که سال 2022 با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه فوریه سال 2023 با راه پنهانی از خانه استقامتی تقویش مرد 71 ساله ساکن شهر مذکور 80,000 روبل روسی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان اعلام کرد که یک دختر 17 ساله از نوحه درواز که 4 ماه پیش گم شده است جستجو دارند. بنا به اطلاع میلیسیا نیلوفر نعمت سال تولدش 2006 زاده و استقامت کننده دهه شکیو جماعت دیوت نولوند نوحه درواز خواننده صنف 10 سحنه 8 ینور سال 2023 از خانه برآمده به سمت نامعلوم رفته به درک گم شده است. نشانه ها موی سرش سیاه دراز، قدش تخمینا 1 متر و 6 سانتی متر. میلیسیا بدخشان گفت آنهایی را که در پیدا نمودن نیلوفر یاری میرسانند با توفه ها قدردانی میشوند. از همه آنهایی که درباره کجا رفتند یا کجا بودن نیلوفر نعمت یگان معلومات داشته باشند و یا او را در یگان جا دیده باشند خواهش کرده می شود که فوراً به رقم های زیرین زنگ زنید: 992 93 599 9938. تلفن باوری ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان 83 522 20202. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.